امروز اومدم جایی که رسما گربه‌ها حکومت میکنن. اسم این کافه ویسکرز اند کریمه. گربه‌ها همه جا هستن، رو میز، رو صندلی، تو دل آدما. یه کافه آروم و گرم با کلی موجود پشمالی بامزه که هر کدومشون شخصیت خاص خودشونو دارن. یکی عاشق نوازش و یکی فقط از دور نگات میکنه. قراره یه قهوه بخوریم، چند تا عکس بگیریم و یکم از این تجربه خاص رو با هم ببینیم. بریم داخل. اینجا فقط یه کافه نیست، یه تجربه متفاوته. یه جایی که وسط شلوغی لندن میتونی یه نفس عمیق بکشی، یه قهوه بخوری و چند دقیقه با گربه‌هایی که هیچ عجله‌ای ندارن همنشین بشی. فضا خیلی آرومه، همه چی تمیز و مرتب و از همون لحظه اول که وارد میشه یه حس خاصی داره. انگار یه خونه است، نه یه کافه. گربه‌های اینجا هر کدوم داستان خودشونو دارن. بعضی از خونه‌هایی اومدن که دیگه نمیتونستن نگهشون دارن. بعضی هم از شرایط سخت نجات پیدا کردن، حالا اینجا زندگی میکنن. اینجا براشون شده یه خونه امن، جایی که میتونن آزاد باشن، بازی کنن و مورد محبت قرار بگیرن. برای ورودم باید از قبل اینجا رو رزرو کنی، یا هزینه ورودی داره که توش یه نوشیدنی هم حساب شده. هر نفرم حدود 90 دقیقه وقت داره تا بشینه گربه‌ها رو ببینه و از فضا لذت ببره بدون اینکه اونا خسته یا مضطرب بشن. اگه از این تجربه با گربه‌ها خوشتون اومده لطفاً ویدیو رو لایک کنید. اگه دوست داشتین کامنت بذارید و نظرتون رو بهم بگید. برای اینکه ویدیوهای بعدی هم از دست ندید حتما کانال رو سابسکرایب کنید.